اسم ببرم؟ سهند عزیزخانی. اومدم BCIT اینجا درس خوندم 2 سال و نیم. تنها جایی که واقعا توش انقدر حس خوب داشتم، عشق میکردم از اینکه اومدم کانادا. اینا لاکرامون بود. وسایل بچه‌های معماری انقدر زیاده، همیشه با چمدون میومدیم. به خاطر همین یه سری‌ها رو دیگه نمیتونستیم با خودمون ببریم، میذاشتیم توی این لاکرها. چه تاریکم هست. میخوای با آسانسور بریم؟ میترسم. هیچکی امروز دانشگاه نیست. این تلفن رو چرا زدم؟ من ایران که بودم همیشه آرزوی این کلاس‌ها رو داشتم که اینجوری طبقاتیه. حالا یه دونه از اون کلاس‌ها داشتیم. ببینم درش بازه. همون کلاسه. اوی ببینش چقدر خوشگله. صندلیاشو ببین چه باحاله. اینجوری میشینی جلو باید خفه میشی. خیلی بامزه است اینجا خیلی درس خوندن سخته. همون سختیاش خیلی باحاله. دیو دیتا میدویدی برسی به کلاس. همیشه هم خدا رو شکر نصف کارامو انجام نداده بودم. میومدم سر کلاس تون. ولی میدیدم خیلی ها بیشتر از من هستن که الان قابل توجه. خیلی از دوستایی که این پستو میبینن و کارهای منو بر میداشتن، میدزدیدن، میبردن، میدادن به استاد، نمره بالاتر از خود من میگرفتن. اسم ببرم؟ سهند عزیزخانی. ببین یه بار علی قشنگ یادمه درافتینگمو لوله کرده بودم بندازم آشغالی. بعد گفت اینو چرا گذاشتی اینجا؟ گفتم میخوام بندازم آشغالی چون به درد نمیخوره. گفت بدم من هیچی نکشیده بود. همونو برداشت برد داد به استاد. اون 92 شد من 80 شدم. یعنی کار آشغالی منو برد داد به استاد، نمرش از من بالاتر شد. یه چیز خیلی باحالی که توی BCIT هست، همیشه جاب پستینگایی که اویلیبل و بچه‌ها میتونن براشون اقدام بکنن همیشه اینجا میزنن. میتونی بیای بری رزومت رو به عنوان یه استودنت BCIT بفرستی. خیلی خیلی زود هم میتونی جاب بگیری. بیشترین کلاس‌های من تو این کلاس بود. هلو شاری. آره اینجا بود. همیشه هم اینجا میشستم. نفر اول. یادش بخیر. خیلی دلم تنگ شده واسه اینجا. هر وقت که میام BCIT باز دلم میخواد درس بخونم. گهواره تا گور دانش بجوی خود منم. 2 تا دوست اوکراینی داشتم. بعد همیشه بعد کلاس تو همین پله ها داشتیم میگفتیم که خب هیچی از کلاس نفهمیدیم، خدا رو شکر، حالا باید چیکار کنیم تا هفته بعد. نمیدونستیم که بقیه کلاس هم مثل ما. تنها کسایی که اینجا کلاس رو میفهمیدن و نمره کامل همیشه میگرفتن چاینیزا بودن. نمیدونم چرا انقدر باهوشن. البته میدونم چرا. فکر کنم میگو زیاد میخورن به خاطر اونه باهوش‌تر میان.